حتی روی توره اعلام شد. با هم میبینیم با دست به نظر میرسید گرفت توره رو بزنه. همامی از روی بالای برخورداره با توجه توپای خوبی که گرفت. عمادرضا حالو میزنه و توی دروازه گل برای سپاهان. دروازه تیمش باز شد. با هم میبینیم این ضربه عمادرضاست و توپی که در گوشه دروازه قرار توپ ارسال بشه به شکل کوتاه میدن. محرم نویدکیا در عرض حرکت میکنه. خود نویدکیا یه پاس خوب برای عمادرضا، میتونه ضربش رو بزنه. عمادرضا میزنه و توی دروازه. مهدی رستمی با این حرکت عمادرضا از جریان بازی به نوعی خارج شد. نگاه کنید بدین شکل روی پای راست خودش میاره و با این ضربه دقیق روی ضربه سری که پورخسروانی زد، یه پاس خوب برای استفاده عمادرضا روی دروازه و گل برای سپاهان. عمادرضا باز هم سپاهان به صورت آهسته نگاه کنید در مقابل ایران نژاد زاویه بسته برای دو تیم، برای شاهین و سپاهان. ضربه بی‌نقص عمادرضا. بنگر بلند برای توره، یک دریبل سر پا، یه موقعیت و چه زیبا میزنه که خوشحال هستن این توره است. یک دریبل سر پا امون نمیده، یه برگردون و گل دوم برای ولاد مبارک سپاهان و بازم توره تحت فشار و خوب عمل میکنه. جعفرپور میرسه، اولین توپی که جعفرپور میگیره برای عمادرضا، یک دور انجام میده با پشت پا و عمادرضا میره که گل دوم رو هم بزنه و موفق میشه. کار رو 4-0 میکنه و این گل خود عمادرضا است، گل قبلیه، گل سوم. سید جلال حسینی، خود حسینی که حتما ارسال خواهد کرد به روی دروازه، یک ضربه سر و به تیر دروازه و توی دروازه چقدر راحت سید جلال حسینی. ببینید از دفاع میاد اینگونه ارسال میکنه، یک ضربه سر به تیر دروازه و مدافعین استقلال اهواز کجا هستن مشخص نیست و دیگه یک توپ بلند پشت مدافعین. حالا فرصت برای عمادرضا توی دروازه نصیبه شد، دروازه استقلال رو باز کرد. ببینیم یک بار دیگه از کجا توپ رو ارسال کردن و مدافعین استقلال جا موندند. خیلی راحت اونجا عمادرضا صاحب توپ شد و خیلی هم خوب به توپ ضربه زد. مهاجم بهادرانی رو و بازیکن شماره 2 و 16 میرن. حالا ضربه رو میزنه و توی دروازه عمادرضا از زاویه دیگر حرکت عمادرضا، یه بغل پا فریب میده غلامی رو و توپ رو آرماندو دسا سری بازی رو به جریان میندازن. فرصت برای بازیکنان سپاهان و گل دوم و شاهین بوشهر با پای ماهری خوب پیشروی میکنه اما پاسش نمیرسه. دوباره خود او، حالا عمادرضا میتونه ضربه رو بزنه توی دروازه. با اختلاف گل خوب بازی رو در مقابل یه تیم میبره. ببینید ماهری روی این توپ نقش داشت، عمادرضا کمی پیشروی کرد، ضربه محکم او، خود او در راه رفتن. حالا ضد حمله میتونه شکل بگیره اگر ببینه اون سمت رو عمادرضا. فرصت برای سپاهان، عمادرضا ضربه رو میزنه توی دروازه. حمله برقاسای بازیکن سپاهان. ببینید در تصویر هسته این عمادرضا هست و این ضربه که خیلی دقیق به گوشه دروازه. حالا عمادرضا ضربه رو میزنه و توی دروازه. و تاکتیکی ببینید یه بازیکن عبور کرد، زیادم دورخیز نکرد عمادرضا، این ضربه رو زد و بدین شکل علیرغم خیز بلندی که یوسفی هم
در مرکز میدان ضربه آزاد برای فولاد مبارک سپاهان، ارسال توپ به داخل محوطه، فرصت، موقعیت و توی دروازه. چه شکلی هواداران سپاهان تیمشون رو تشویق میکنن. عماد رضا در یه موقعیت مناسب بدین شکل با این ضربه پای راست توپ رو در درون دروازه قرار داد. این بار هم واقعا محمدی نمیتونست کار رو انجام بده، همونطور که در تصویر مشاهده میفرمایید. دوري كرة ملعوبة لفريق سبهان، عماد يسدد جول عماد محمد وتسديدة قوية تمر من تحت حارس المرمى اسماعيل ربيع، وبالتالي يسجل سبهان هدف وتصبح النتيجة 2 الشباب 1 سبهان. شوف التمريرة وشوف هنا التسديدة كانت قوية.